خب آقا، هستیم دوباره. این دفعه یه ذره فرق داره داستان. کانسپت اینه که میخوایم با خودمون حرف بزنیم. چرا؟ چون که اگر یکی که با خودش زیاد حرف میزنه این حرفا رو بیاره جو دوربین ضبط کنه واسه بقیه بذاره، شاید یه نفر دیگه یه جای دنیا قبل از خوابیدنش این حرفا رو گوش بکنه، بفهمه که آقا این همه بدبختی و من تنهایی ندارم دیگه. این خودش خیلی حس خوبیه، چون یه سری فکرها قبل خواب میزنه به ذهن آدم، شروع میکنه مثل خوره مغز آدم خوردن که اصلا استجالب نیست. هممون هم تجربهش کردیم قطعا. یه توضیح بدم قبلش. اسم این پلیلیست رو میخوام بزنم آینه، چون که به نظرم خیلی ربط داره دیگه. ما همه فراز و نشیبای زندگیمون، بالا پایینامون رو تو آینه نگاه کردیم یه بار. یعنی حس خوب اگه نداشتیم، اگه از کسی ناراحت بودیم، اگه خندیدیم، اگر گریه کردیم از سر شوق، از سر ناراحتی، همش رو آینه دیده. رفتیم یه آبی به دست صورتمون زدیم، یه خورده خودمون رو نگاه کردیم، یه ذره با خودمون حرف زدیم، یه خورده حالمون بهتر شد، چون قرار نبوده که خودمون رو قضاوت بکنیم، هرچند که بعضی وقتا کردیم که این خیلی خودش جالبه. یعنی توقع داریم از بقیه این کارو نکنن، خودمون بعضی وقتا این کارو با خودمون میکنیم. خیلی جالبه. آره، خلاصه اینم از کانسپت اسم برنامه. یه چیزی که خیلی مهمه، خیلی قبل از خواب راجبش با خودم من شخصا حرف میزنم، ارتباطم با آدم هست. یعنی یه ارتباطی داریم با خانواده‌مون، با دوستامون، ارتباط عاطفی با کسی که دوستش داشتیم، فکر کردن به این که آیا کسی بعداً هست که دوستش داشته باشیم یا نه. ارتباطمون با خودمون، چه حالی هم با خودم، مثلا چه فازی هم با خودم. دیدی آدم بعضی وقتا با خودش مشکلات خیلی خیلی بزرگی میخوره که حل نشدنی ترین هست. یعنی باز وقتی یه آدم دیگه است، یه آدم میرم باهاش صحبت میکنم، فوقش میخواد جوابم نده، یه 6 ماه میخواد سخت بگذره، بعد درست میشه. ولی وقتی با خودت به مشکل بخوری خیلی سخت حل میشه. اصلا چیز بامزه‌ای نیست، چیز باحالی نیست واقعا. راجع به ارتباط با بقیه که حرف میزنیم، اونی که بیشتر میاد تو فکرمون، احتمالاً الان تویی که داریم ویدیو هم میبینی به ذهنت اومده، ارتباطت با اون کسی که دوستش داری، یه جور رابطه‌ای که ساختیش، ارتباط عاطفیت. نمیخوام نسخه بپیچم اصلا، چون نه من روانشناسم، نه جامعه شناسم، نه هر چیز دیگه. یه آدم معمولی هم که نشستم دارم با خودم حرف میزنم، رکوردش میکنم. ولی یه چیزی که خیلی وجود داره اینه که نمیدونم چرا انقدر سخت میشه آدم خودشو ببخشه در این موقع. یعنی یه موقعی که یه ارتباطی رو شروع میکنی بعد تموم میشه به هر دلیلی، سخت‌تر از این که اون طرف مقابل رو ببخشی اینه که خودت رو ببخشی بابت کارهایی که کردی. یه موقعی بدی کردی، همون بدی میکنی. یه موقعی خوبی کردی، توقع داشتی، پس نگرفتی اون چیزی رو که باید، بعد با خودت به مشکل میخوری، میگی چرا این کارو کردم. من همیشه این چالش رو با خودم دارم دیگه. یعنی این مدلیه که میشینم فکر میکنم به این که یعنی نمیشدی مثلا انقدر بهترش کرد، یه اپسیلون بهترش کرد. بعد به خودم میگم که خب اگه میشد همون لحظه آدم میکرد، یا مثلا آره شاید میشد ولی نشد، الان چیکارش میشه کرد. یه چیزی که میدونیم اینه که عقب نمیشه به عقب برگردون دیگه. این خودخوریه واقعا فایده‌ای برامون نداره، ولی نمیشه ازش در رفت اصلا. یعنی 100% ما اون تنها کسی توی دنیا نیستیم که اون لحظه داره به این داستان فکر میکنه. حالا من چیزی که خودم بهش رسیدم، یه خورده سعی میکنم اینجوری حال خودم رو بهتر بکنم، اینه که میشینم میشمرم واقعا. یعنی صادقانه میشینم با خودم میشمرم چه خوبیایی کردم، چه بدیایی کردم، چه خوبیایی دیدم، چه بدیایی دیدم. بعد حالا یا تو این جنگه میبازم یا میبرم. بعد تهش هر اتفاقی که افتاده باشه، یعنی بعد از اینکه میشمرم خیالم راحت میشه که خودم حداقل میدونم چیکار کردم. چه طرف مقابل مقصر باشه تو ذهنم، چه خودم مقصر باشم تو ذهن خودم، همون لحظه سعی میکنم ببخشم. یعنی این مدلی باشم که از روش رد شم. خب چون اگه بمونی توش اصلا
فایده‌ای برات نداره. هممون همینطوریم دیگه. وقتی خودمون رو نبخشیم مثلا یه حس و حال خیلی مزخرفی بهمون دست میده که نکنه من آدم بدیم. اینو هیچ جوره نمیشه حلش کرد. اینکه یکی دیگه آدم بدیه رو میشه ازش دور شد، میشه هر کاریش کرد، ولی کی میتونه از خودش دور شه؟ بعد این اصلا فرضاً که بتونی چی ازت میمونه؟ این خیلی بده. این موضوعی که ازش بگذریم، یه سریامون شاید مثل من باشیم، با خانواده زندگی نمی کنیم. یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر اگر داریم یه جای دیگه زندگی میکنن. از نزدیک دغدغه‌ها و مشکلات همدیگه رو نمیبینیم. بعد از همدیگه خبردار نیستیم. شاید چند ساعتی تو طول روز، شاید حتی اینقدر مشغله داشته باشیم چند روز از هم خبر نداشته باشیم. تو دوستامون هم همینطوریه دیگه. ولی خانواده یه چیزیه که آدم یهو، مثلا من خرس گنده نشستم اینجا توی تختم خوابیدم، توی تختم که نمیتونم بخوابم، روی تختم خوابیدم، بعد یهو تصویر بچگیام میاد تو ذهنم. یعنی اون کارهایی که از بچگی انجام میدادم، اون پدر و مادری که یادمه هنوز، یعنی اون چیزی که تصویری که ازشون تو ذهنمه که خیلی تو سرم بولده. مثلا من یه دونه داداش دارم، تصویری که از داداشم تو ذهنمه، اون چیزهای بولدی که بهم یاد داده، رفتارهایی که با هم دیگه کردیم، اینا همه میاد تو ذهنت. بعد اینکه بیشتر از همه چی دلت تنگ میشه. اصلا مهم نیست داری خاطره خوبی رو مرور میکنی یا خاطره بدی رو داری مرور میکنی، دلت برای اون آدما تنگ میشه. منظورم این نیست که نسبت بهش این شکلی میشی که ای کاش همین الان پیشم بودم. من اینطوریم، ولی ممکنه خیلی ها نباشن. چون بخوایم بپذیریم یا نخوایم بپذیریم، خانواده یه چیزیه که خودمون انتخابش نمی‌کنیم. ممکنه واقعا با سلیقه‌مون جور نباشه و خیلی توش عذاب ببینیم. حتی میگم برای من این شکلی نبوده، ولی برای خیلی ممکنه این شکلی باشه دیگه. انقدر قصه شنیدیم، انقدر داستان شنیدیم راجبش که اصلا عجیب نیست فهمیدنش. حالا چرا اصلا این صحبت خانواده رو کردم؟ خیلی باحاله. من احساس میکنم که مثلا 1-2 هفته هست هر چی تاس میریزم داره مثلا خال میاد، میاد. اصلا خیلی عجیبه. مثلا خیلی آدمی نیستم که به این چیزای متافیزیکی اعتقاد داشته باشم، شانس یا هر چیز دیگه، ولی یه موقعی واقعا بدبیاریه. یعنی هر کاریش که میکنی درست نمیشه که نمیشه. اتفاقها اینجوری نیست که بگیم یکی ما رو مثلا چشم کرده. حالا شاید کسی اعتقاد داشته باشه داره اینو میبینه، من ندارم. این که مثلا یکی ما رو چشم کرده، یه همچین اتفاقی افتاده، سعی میکنیم اینجوری خودمون رو راضی کنیم دیگه. ولی همش آمار احتمال دیگه. یه موقعی همه چی خوبه، یه موقعی همه چی بده، یه موقعی بالانس. این مدلیه. اینو گفتم که یه خاطره تعریف کنم از بدشانسی و بدبیاری. من 4م دبستان بودم. خیلی باحاله. تنها باری بود که شاگرد اول کلاس شدم. بعد کلاس ما 40 نفر یا 39 نفر بود. یه دونه کم جایزه خریده بودن. جایزه چی بود؟ همتون حتما یادتونه یه سری وسیله بود. ما بهش میگفتیم تق. حالا بقیه چی میگفتن یادم نیست. 2 تا گوی سنگین بود، یه نخ که اینو اینجوری میکردیم، اینو پایین میخورد به هم، بالا میخورد به هم و یه صدای واقعا آزاردهنده میداد. ولی پسر مثلا 13-14 ساله یا مثلا 8-9 ساله مثلا صدای گوشخراش نمیشنوه کلا. اون بازیه واسش مهمه. بعد این که من شاگرد اول شدم، یه دونه جایزه کم بود. شما حدس بزنید در همین چند ثانیه که به کی جایزه ندادن. بله، به من. چرا؟ استدلال معلم عالی بود. گفت که ببین تو که اول شدی، یه دوم به بعد جایزه بدیم که اینا انرژی بگیرن، انگیزه بگیرن، مثل توشن. الان شاید مثلا اگه تو دانشگاه شاگرد اول شدن و قرار باشه فرضاً مثلا جایزه‌ای بدن، از این ایده استقبال هم بکنم، چون خب برام مهم نیست حالا یه دونه تقی بهم بدن یا اصلا هر چیز دیگه‌ای. ولی این که توی اون سن بودم خیلی واسم عجیب بود. اینجوری بودم که خب
من دیگه شاید شاگرد اول نشم و نشدم. یعنی این یه نکته‌ای که واقعا وجود داشت، دیگه نشدم. نمیدونم چقدر موثر بود اون داستان، ولی همین که هنوز یادمه یعنی چیز عجیبی بوده دیگه تو ذهنم. من الان 22 سالمه، این خاطره میفته مثلا برای 9 سالگی. چرا یادمه؟ خیلی عجیبه دیگه. این مثلا این شکلی بود. بعد بیاری یه چیز دیگه ای که مثلا یادمه، شورای دانش آموزی مدرسه، احتمالاً همتون یه بار شرکت کردین یا مثلا دیگه یادتونه یه رأی گیری میکردن و بچه‌ها فاز رئیس جمهور برمی‌داشتن و این داستانا. من توی شورای دانش آموزی مدرسه چی شده باشم خوبه. بله، عضو علل. یعنی اصلا نمیدونستم این کلمه معنیش چی هست. بعد اون شدم. یعنی ببینید یه تعداد اصلی انتخاب شدن، یه تعداد علل بدل. من علل بدل بودم، هیچ کاری نکردم. بعد یه چیزی که خیلی یادمه، الانم هنوز تو ارتباطم با آدم این شکلیه، وعده سرخرمن من واقعا سختمه که بدم. یعنی اون تایمم یادمه که بچه‌ها میمدن میگفتن زنگ تفریح رو زیاد میکنیم، بوف نمیدونم خوراکی رایگان، زنگ ورزش 4 برابر. بعد من تو ذهنم این شکلی بودم که خب نمیشه این کارا رو کرد. این آقا مدیره با کفشش میزن تو سرمون، اصلا اجازه همچین کاری نداریم. ایده های من در حد این بود که من صحبت میکنم مثلا آبخوری رو رنگ کنن یا مثلا برامون لیوان یه بار مصرف بذارن، که اونم باز انجام نمیدادن. ولی همین که فکرم میانجام میرسید خوش خیلی واسم عجیب بود که نمیشه اون ایده رو انجام داد. بابا چرا بعد این ایده رو بدیم، چرا بعد این وعده رو بدیم به بقیه. خلاصه که اونجا هم عضو علل بدل شدیم. اون آخرین لوپ بدشانسی بود که یادمه. بدشانسی زیاد میاره آدم، ولی این شکلی مثلا توی لوپش بیفته خیلی عجیبه. اونو یادمه. بعد الان دوباره احساس میکنم واقعا 9 سالم، کلاس 4 مدرسه میرم و دارم پشت سر هم بعد بیاری میارم. یعنی یه چیز عجیب و غریبی. بعد خب بزرگ که میشیم مشکلاتمون هم بزرگتر میشه دیگه. یعنی به خودمون میایم میبینیم که دیگه تقی مهم نیست دیگه، عضو علل بدل بودن شورای دانش آموزی مهم نیست. چیزایی که مهمه اینه که خالی بودن جیبت داره اذیتت میکنه، زحمت میکشی کسی نمیبینه اذیتت میکنه، ارتباطت با آدم‌ها وقتی خراب میشه خیلی اذیتت میکنه. ما شاید یه چیزی خیلی باحال، ما هممون تو مدرسه احتمالاً یه دوست صمیمی داشتیم که یه روز دیگه ندیدیمش، یا تو کوچه. مثلا ما پسرایی که میریم فوتبال بازی میکردیم تو کوچه، یه روزی، این خیلی چیز عجیبیه، یه روزی آخرین بار رفتیم تو کوچه فوتبال بازی کردیم و نمیدونستیم که آخرین روزه. بعد الان که فکر میکنیم میگی چجوری اینقدر راحت اون آدم ها رو فراموش کردم؟ چرا الان نمیتونم این کارو بکنم؟ چرا اون دختره، اون پسره از ذهنم نمیره؟ چون که شاید بزرگ شدیم و مشکلاتمون هم با اون بزرگ شدن دیگه. ولی خیلی خودخوری میاره واسه آدم. یعنی من یادم بچه‌م که بودم همش قبل از خواب به این فکر میکردم که من مشقامو کامل نوشتم. الان هم این مدلی هم که مثلا صبح برم سر کار، اینطوری هم که من همه کارامو انجام دادم، صبح برم سر کار کسی بهم چیزی نمیگه. اصلا خیلی چیز جالبیه. در عین این که این همه مشکلات بزرگ شدن، خودتو داری آدم بزرگ میبینی، یه لحظه ته ذهنت تصویر بچگیات با اون لباسی که یادت خیلی میپوشیدی، خیلی دوستش داشتی، با اون چهره مامانت، با اون چهره بابات، برادرت، خواهرت میاد تو ذهنت. بعد اینکه میفهمی، دیدی روانشناسا میگن که همه چی ریشه در مشکلات کودکیت داره، توی کودکیت داره. بعضا این رو میگن دیگه، اصطلاح شده. خیلی اینو بهش پی میبریم واقعا. یعنی این مدلی که میگیم آره جدی مثل که اینطوریه، انگار همه چی برمیگرده به همون کلاس 4 و اون جایزه و اون عضو علل بدل شورای دانش آموزی. این امیدوارم که اگه تو ذهنتونه راجع به ارتباطتون با آدم‌ها، شما هم بین من آرزو میکنم دیگه همینطوری، هم برای خودم هم برای بقیه، که خودمون رو ببخشیم واقعا. ما چیزی که اون لحظه صلاح دونستیم رو انجام بدیم. یه چیز دیگه که خیلی قبل خواب من بهش فکر میکنم، بی ربط نیست به ارتباط با پدر مادر، ولی یه جای دیگه میخوام برم. آدمایی مثل من که مثلا بچه دوم خانواده‌ام،
سنشون، اختلاف سنیشون زیاده با پدر مادرشون، یه چیزی رو خیلی بهش فکر میکنن. به خودت میای میبینی که موهای بابات داره سفید میشه، چروک‌های صورت مادرت داره بیشتر میشه. بعد اون داداش بزرگی که یه زمان 18 سالش بود، مثلا تو 8 سالت بود، 10 سال با هم اختلاف سنی داشتین و همچنان نگاش میکردی، اونم به نظرت بچه و جوون میومد، یه مرد کامله برای خودش، مسئولیت رو دوشش احساس میکنه، یه باری رو داره با خودش میبری که اصلا فکرش هم نمیکردی. ته ذهنم مثلا من خودم با داداشم اینجوری بودم. یادمه که داداشم خیلی اون موقع مثلا سال 89 90 اینطورا موزیک رپ و اینو گوش میداد، خیلی مد نبود واقعا، یا اگرم گوش میداد کسی مثلا در حد ساسی مانکن و اینا بود دیگه. پوریا موزیکای خیلی خوب گوش میداد. بعد اون موقع مثلا من یادم رپرهای خوبی بودن و این چیزا، اونا رو میگشت کالکشن جمع میکرد با اینترنت دایالاپو، یا مثلا با هم دیگه رد و بدل میکردن 2 نفر تو شهرستان. اون چیز خیلی عجیبی، خیلی سخت بود دیگه. بعد من میرفتم، نمیذاش من برم تو اتاقش گوش کنم، خب نمیدونست چی میگن که بعد یه جاهای خب حرفایی میزدن که خب من بچه 8 ساله نباید میشنیدم دیگه. رفتم گوشمو چسبوندم به در اتاق بشنوم چی داره میگه اون خواننده. اکثر آهنگای این شکلی که یادمه از همون صدا اونطوری هست، یعنی کیفیت که خودش مثلا 128 بود پایین بود هیچی، من داشتم با یه اکو و یه خفگی که در ایجاد میکرد داشتم اونو میشنیدم. یهو این صحنه کارت میخوره مثلا الان به اینجا که الان داداشم میبینم، چهره الانش میاد تو ذهنم که دیگه سعی نمیکنه موهاشو مدل خاصی بزنه، سعی میکنه که خیلی ساده باشه. یه کمد پر پیرن 4 خونه داره که اصلا باورم نمیشه. بعد دیگه نمیرم گوشمو بچسبونم به در اتاقش که آهنگ بشن، اصلا پیش هم نیستیم. اینطوری شده که الان وقتی کاری دارم که میدونم هیچ کس ممکنه کمکم نکنه بهش زنگ میزنم و مطمئنم یکی میخواد کمکم بکنه اونور خط. با وجود اینکه الان تقریبا همسن و سال اون موقع‌های مثلا برادرم انقدر سرعت دنیا زیاد شده که اصلا من شبیه اون آدم نمیبینم خودم. یعنی بهش فکر میکنم میگم خب منم الان باید همون ذوق و شوقا رو داشته باشم دیگه، چرا ندارم؟ چرا این شکلی نیست؟ چرا انقدر کمرم درد میکنه؟ میدونی اینم خیلی اذیتت میکنه بعضی وقتا، یعنی منو خیلی اذیت میکنه. یه موقعایی یهو چشت میفته به مثلا بابات، میبینی که یه کوچولو داره لنگ میزنه راه میره، یه خورده مثلا پاهاش درد میکنه، باورت نمیشه دیگه، یهو جا میخوری. خیلی صحنه عجیبیه و هممون از فکر کردن به آینده این فکر فراریم. فکر میکنم این شکلیه که میگیم بابا پیر داره میشه، خب دیگه به بقیهش بیا فکر نکن، چون خیلی دردناکه، خیلی درد غیر قابل تصوره. یکی از اون اتفاقاتی که اصلا نمیخوام پیش بینیش کنم هیچ وقت و آرزومی که فکر میکنم آرزوی خیلی باشه که اون صحنه رو ترجیح میدن نبینن، خودشون باشن که این صحنه رو نمیبینه. و خب اینجاست که میفهمیم داریم آدم بزرگ میشیم دیگه. خیلی هم چیز دارکیه واقعا. بعد دیگه یه موقع‌هایی دنبال فکر میگردی، یعنی حالا مثلا همه اینا رو فکر کردی تموم شده، 4 صبح آفتاب داره میاد بالا، میگی دیگه بگیرم بخوابم، با فردا با برم سر کار. همه این فکرها درست، فردا نمیتونم نرم سر کار که، نمیتونم دانشگاه نرم که، بذار بگیرم بخوابم. یهو یه چیزای عجیب تری از ته ذهنت میاد بالا. شنیدی میگم مثلا زیر دوش یادت میفته که به فلانی چی باید میگفتی؟ همون طوریه. یهو میگی من یه دعوا کردم با فلانی، من چرا به این نگفتم لاشخور؟ چرا بهش نگفتم کثافت، من اونجا اون کار رو برات کردم. خیلی چیز عجیبی ها. شاید دوباره همون لحظه اگه میشد یه دکمه زد برگشت به اون لحظه رو در رو شد، بازم اون حرفا رو نزنیم. چون اصلا مسئله این نیست که اون لحظه یادم نیومد، مسئله اینه که یادت میاد، یا مثلا اگرم یادت نمیاد بعدم تو تلفن تو برداری زنگ میزنی فلانی. این داستان که نمیگیم یه چیز دیگه است. انگار حرفا از تو ذهنمون که رد میشن میخوام به زبونمون بیان، یه فیلتری داره دیگه. آدمایی هم که معمولا این فیلتر رو ندارن
خیلی باهاشون اون رفتاری که دوست دارن نمیشه، چون که بالاخره هر حرفی رو باید بفهمی کجا میزنی دیگه. آدمایی که این فیلتر رو دارن شاید تو عمومیت بهشون بگن که تو چقدر مؤدبی، دمت گرم، چقدر خودداری کردی اونجا، اینو نگفتی، چقدر جلو خودتو گرفتی، ولی خیلی خواب هیچکی نمیاد به تو بگه که این فکر رو از ذهنت بیرون کن، اشکالی نداره بابا، حالا مثلا بهش اینم نگفتی، خودت به خودت دیگه. خیلی اوضاع بیریخت و بدی میشه واقعا. حالا واسه اینکه خیلی هم دارک نشه، من یه چیز دیگه واسهتون تعریف بکنم. من یه پسرداری دارم، ما با هم دیگه بزرگ شدیم، بچگیامون مثلا 3-4 سال اختلاف سنی داریم. یادمه کل دغدغه ما یه برهه زیادی از بچگیمون این بود که 2 تا جوراب چطوری میشه توی همدیگه پیچید که شبیه توپ بشه تو خونه مامان بزرگ بازی کرد. چرا با توپ بازی نکنیم؟ چون مامان بزرگ هم میگفت آقا چرا رو فرش تو خونه با توپ بازی میکنیم، میزنیم در و دیوار رو میاریم پای، خب بریم تو حیاط دار بود کنه مامان بزرگم. بعد ما نمیدونم چرا با اون حال نمیکردیم، گفتیم نه این تو خونه حال میده، فوتبال فرشی بازی میکردیم واسه خودم. بعد یه وقتایی به این فکر میکنم که جدی ما میشستیم امتحان میکردیم روش‌های مختلفی که چجوری میشه جورابا رو تو هم دیگه پیچید که شبیه توپ بشه قشنگ باش بازی کرد. بعد الان میشینیم مثلا به این فکر میکنیم که کدوم بانک وامی با درصد سود کمتری میده که بتونیم ازش استفاده بکنیم، بندازیم خودمون رو تو قسط و قرض که بتونیم یه گوشی خوب بخریم. اصلا یه چیز عجیبیه واقعا. آدم ته تهش میبینه که دغدغه‌ها خیلی از لحاظ فرمشون شبیه هم دیگه، ولی اینقدر محتوای تغییر کرده که دیگه خودمون رو نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم که چجوری میشه ازش در اومد. و ترسناکترش اینه که خب همینجا تموم نمیشه. ما میگیم که آقا من اوکی 8 سالم بوده این شکلی، الان 20 سالم این شکلی، 40 سالگی قراره چه شکلی باشه، همسن بابامشم قراره چه شکلی باشه، پیر بشم قراره چه اتفاقی واسم بیفته. من مثلا اون موقع یه خانواده دارم، مثلا خودم خانواده تشکیل دادم که بخوان قصه‌مو بخورن، تر و خشکم بکنن یا هر چیز دیگه‌ای. خیلی عجیبه بعضی وقتا واقعا می کسایی که یه خورده سنشون مثلا از من بالاتره ولی این اتفاقو انجام دادن، یه خانواده واسه خودشون ساختن، حسودی میشه. خلاف این که مثلا خیلی میگن که آقا جوونی کن بابا خوش بگذرون اینا، فکر می‌کنم یه گاردیه که میگیریم این فکرها به ذهنمون نیاد، چون همون میدونیم تهش اینه که باحاله، تهش اینه که به آدم کیف میده دیگه. خیلی عجیبه آدم بشینه توی این سن 20 سال بعدش فکر بکنه، چون اصلا بچه که بودیم این شکلی نبود دیگه. به 2 دقیقه بعدمون هم فکر نمی‌کردیم. من قشنگ یادم روی آسفالت مثلا برمیگشتیم قیچی برگردون بزنیم، این آدم اصلا به ثانیه بعدش هم فکر نمی‌کنه. جالبه که اون موقع زنده موندیم و خوشحال، الان نمیدونم چرا زنده من ناراحت. خیلی عجیبه. خلاصه که سرتون رو درد نیارم گفتم که بشینیم این حرفا رو بزنیم، یه خورده با هم حرف بزنیم، ببینیم که داستان از چه قراره و پیش خودمون بدونیم که آقا پدر مادر هممون دارن پیر میشن، هممون شکست عشقی میخوریم، هممون یه جاهایی ممکنه برگردیم به بچگیمون دلمون بسوزه، چون واقعا تنها برهه‌ای از زندگی که به هیچ چیزی توی آینده فکر نمی‌کنی. پیر بشی بازم فکر می‌کنی. توی سن من باشی، مثلا یه جوان 20 ساله باشی، 22 ساله باشی، فکر می‌کنی. توی بزرگسالیت که خیلی فکر می‌کنی، هم به پیریت فکر می‌کنی، به احتمالاً مثلا بچه‌ای که داری، به خانواده‌ای که تشکیل دادی فکر می‌کنی. بچگی خیلی نعمت بزرگیه واقعا که اصلا نمیشه به یه بچه فهموند که بابا خیلی دنیای خوبی داری، خیلی باحاله اگه منتظر شگفت انگیزان بعدی که بیاد، خیلی باحاله که میری تو کوچه فوتبال بازی میکنی، برو. یعنی من واقعا هر بچه رو ببینم سعی میکنم با زبون خودش یه جوری که متوجه بشه بهش بگم که تا میتونی برو تو کوچه بازی کن، بشین کارتون نگاه کن، درستو ببین، اگر دوست داری بخون، دوست نداری نخون، چه اتفاق خاصی قرار نیست بیفته واقعا. شاید زود بشه من راجع به این مسائل صحبت کنم خودم با این سن و سالم، ولی
چون چشیدیمش دیگه این داستانو و توی این سن می‌بینیم که از خیلی چیزا عقب افتادیم که میتونستیم نیفتیم. یه خورده داستانو واسمون عوض میکنه. دمتون گرم که وایسادین گوش دادین. چاکر.